دوستداران اپرا در سالهای قبل از انقلاب در ایران صدای چند تن از خوانندگان صحنه اپرا در تالار رودکی را به یاد دارند: منیر وکیلی، اولین باغچبان، فاخره صبا، حسین سرشار و در کنار آنها یک خواننده روسی الاصل زاده ایران به نام دانیل گوژوین. بگذشتم من 100 بار از این راه، من بارها بگذشتم از این راه کوتاه، آیم به پرواز در آسمان باز، چون هستم در کوی تو ای ماه. بعد از انقلاب از سال 1357 اپرا و اجرای کنسرت در ایران تعطیل شد و هنرمندان یا به مهاجرت رفتند یا به کار دیگری پرداختند. پدر دانیل اهل گروسنی چچنستان و مادرش اهل استاوروپول اوکراین بودند و پس از مهاجرت خانواده به ایران او در سلطان آباد عراق به دنیا آمد. مدرسه روسی میرفتم و بعد رفتم درس برای خانم باغچبان، درس آواز میگرفتم و وقتی که اپرا افتتاح شد تالار رودکی، ما رفتیم تالار رودکی. من بودم، خانم منیر وکیلی، آقای سرشار. اولین بار کارمن کار کردیم. از اون زمان سال 63 تا سال 79 در تالار رودکی آواز میخوندم. پس از تحصیلات مقدماتی دبیرستان، دانیل نزد خانم باغچبان به فرا گرفتن فنون خوانندگی پرداخت و با افتتاح اپرای تالار رودکی به آن پیوست و در 24 اپرا نقش‌هایی را ایفا کرد. در همون زمان ما اپراهای مختلف، کارمن، توسکا، ریگولتو، باترفلای، در حدود 24 تا اپرا ما اجرا کردیم در تالار رودکی. همیشه هم هر ماه 5-6 شب برنامه اجرا میشد. پس از تعطیل تالار رودکی در سال 1357 دانیل رهسپار یونان شد. در یونان در حدود 6 سال زندگی کردم که گالری باز کردم و در اونجا کنسرت میدادم و نمایشگاه میذاشتم و پاپاندرئو، البته پرزیدنت اون موقع هنوز نشده بود، ولی برادرش یه گالری داشت و ما در اون گالری یونا کار میکردم، نمایشگاه میذاشتیم و بعد خودم گالری باز کردم تا 84 که اومدم به امریکا. در آمریکا دانیل گوژوین چند سالی توانست در مؤسسات معروف موسیقی به کار اصلی خود ادامه دهد. اولین سال رفتم برای کارهای اپرایی، رفتم دورتی چاندلر پاویلیون، اونجا امتحان دادم و من استخدام شدم و 4 سال در تالار در اونجا آواز میخوندم و بعد منو معرفی کردن به مترو گلدن مایر برای یه فیلم، میخواستن یه دونه باریتون یا تنور اجرا. من به اونجا رفتم که در فیلم من ترابل که مال جک نیکلسون، هلن بارکی، کارتراید و من جراردو در اونجا استخدام شدم و اون فیلمو که بازی کردیم در روز 3 ماه طول کشید. وقتی دیگه تمام شد دیگه نمیتونستم برگردم به اپرا، چون زمان گذشته بود و جای منو به کسانی دیگه دادن. دانیل که در کنار کار خوانندگی از 17-18 سالگی به نقاشی می پرداخت و تعدادی از تابلوهایش دیوار تالار رودکی را تزیین کرده بود، بعد از کنار گرفتن از خوانندگی به طور حرفه‌ای به این هنر روی آورد و اکنون نقاش شناخته شده است که آثارش خریدار دارد. الان سعی کردم دیگه کارهایی انجام بدم. اورودیزم، اوروتسوا یعنی غیر طبیعی. اورودیزم مال منه که اختراع خودم بوده و این اورودیزمو خیلی انسانایی با دو سر و 4-5 تا چشم و اینا. اما شاید آنها که در آن سالها در تهران مشتری اپرا و تالار رودکی نبودند، صدای دانیل گوژوین را در دوبله فیلم‌های موزیکال معروفی مثل اشک‌ها و لبخندها یا بانوی زیبای من My Fair Lady شنیده باشند.
تشریف دارن؟ دانیل گوژوین از سالهای زندگی در ایران با دلتنگی یاد می کند و به یاد آن سال هاست که برای بینندگان صدای آمریکا آواز خوانده است. این اوسولو میو از اسمش. Che bella cosa, una giornata e sole, un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già una festa, che bella cosa una giornata e sole. سلامی بود. افشین گرگین، صدای آمریکا، لس آنجلس.